داستانی از داستان‌های 1001 شب به زبانی شیرین و ساده، به روایت سید علی صالحی. چاپ دوم 1373. ناشر پاییز و شهر کتاب. حکایت 3 والی. و از جمله حکایات این است که ملک ناصر نامی روزی از روزها 3 قاصد به سوی 3 ولایت قاهره، بلا و مصر جنوبی روانه کرد و 3 والی و فرمانروای این ولایات را به دربار خود خواند که هر 3 والی با شتاب خود را به مرکز حکومت رسانده و دست به سینه در مقابل ملک الملوک ناصرخان کرنش کردند و گفتند: چاکران خدمت رسیدند، امر بفرمایید تا جان نثار کنیم. والی اعظم سلطان ناصر پرسید: هر 3 نفر یک جمله را از بر کرده بودید؟ هر 3 والی گفتند: بلی. ناصر شاه گفت: شنیدم که در ولایات تحت فرمان شما حوادثی عجیب رخ داده است. میل دارم هر کدام از شما به نوبت عجیب ترین حکایات را برای من نقل کنید. اول شما بگویید. والی قاهره به خود اشاره کرد: من شروع کنم سرور بزرگ؟ سلطان ناصر گفت: بلی. والی قاهره پیشتر آمد، نفس عمیقی کشید و گفت: ایها الملک، عجیب‌تر حکایتی که در ایام ولایت من روی داد این است که در دیار ما 2 مرد بودند که هرگز در محکمه قاضی شهادت به دروغ نمی‌دادند و گواهی ایشان بسی نزد مردم معتبر بود، اما این 2 مرد به میخوارگی نیز شهره عام و خاص بودند و من هرچه کوشش کردم نصیحت و ارشاد می‌کردم، آنها را به توبه دعوت می‌نمودم، بیسود و بیفایده و بینتیجه بود و من به هیچ حیله‌ای حتی راه نمی‌یافتم که ایشان را به وقت میگساری دستگیر کرده تا حداقل کیفر کنم. سرانجام مجبور شدم تا می فروشان و نقل فروشان و مزه فروشان را وادارم که هر وقت آن 2 مرد به دام مکانها می آیند و به فساد می پردازند، با شتاب مرا در جریان گذاشته و انعام خوبی دریافت کنند، که البته این حیله به نتیجه هم نزدیک شد، چون شبی مزدوری آمده و مرا مطلع نمود که آی والی، آن 2 مرد در فلان کوچه به فلان خانه مشغولند و من برخاسته و با شتاب همراه شحنه‌های مسلح به سوی آن 2 مرد روانه شدم. تا به درگاه آن خانه مقصود رسیدم، پس دستی به در زدم، بسته بود. دق الباب کردم، کنیزکی به در آمد و برای من در بگشود و پرسان شد: تو دیگر کیستی؟ و من بی این که به او پاسخی دهم به درون پا نهاده و با شتاب خود را به ایوان خانه رساندم و با 2 چشم خود دیدم که آن 2 مرد مشغول لهو و لعب و میگساری‌اند. چون متوجه حضور من شدند، با ادب برخاسته عرض ادب کرده تعارف نمودند و مرا در صدر مجلس خود نشاندند و گفتند: مهمان عزیز و محترم است، حال هر کسی که باشد. اما من لب به شرب نزده و گفتم: آمدم شما را با خود به حبس برم. پرسیدند: به چه جرم؟ گفتم: فساد. یکیشان کیسه‌ای حاوی 300 سکه زر در شال من نهاده و گفت: رشوه نیست، چشم روشنی است، بپذیر. 300 سکه زر ناب است. و من که آن روز سخت به آن مال نیازمند بودم وسوسه شدم و گفتم: مهم نیست، این بار به خاطر این سکه ها از آنها در می گذرم، اما وهله بعد حتما آنها را به زندان خواهم انداخت. پس آنها را به حال گذاشته و بازگشتم و البته نگذاشتم کسی متوجه این معامله نامشروع ما شود. اما روز بعد در مقر حکومتی خود نشسته بودم
که رسول قاضی درآمد و گفت: یا ایها الوالی، قاضی القضات بزرگ قاهره تو را می‌طلبد. من گمان کردم که شاید مثل همیشه مشکلی پیش آمده که تنها با غداره من حل می شود. برخاستم و نزد قاضی رفتم. همین که پا به محکمه نهادم، آن دو مرد را همراه با صاحب آن میخانه دیدم که در دو سوی قاضی نشستند. پرسیدم: چه پیش آمده است؟ قاضی گفت: روی این ورقه نوشتند که شما 300 سکه زر به صاحب میخانه بدهکارید. حقیقت دارد؟ گفتم: ببینم. به ورقه نگاهی کردم. دیدم که آن دو مرد نیز در مقام شاهد زیر ورقه را مهر کردند. خواستم حاشا کنم. دیدم گندش در می آید. نگاهی به آن دو عادل انداختم. یکیشان با پوزخند شانه بالا انداخت و گفت: عدالت است دیگر. و من 300 سکه زر ناب را به آنها پس دادم و دست از پا درازتر به مقر حکومتی خود بازگشتم و از خیر تعقیب آن دو عال درگذشتم. و من شاید تنها حاکمی باشم که توسط محکوم رو دست خورده است. ملک ناصر لبخندی زد و گفت: حدیث شیرینی بود. آن دو عرب بودند؟ والی قاهره گفت: خیر سرور من، نژاد از عجم داشتند. ملک ناصر رو به والی شهر بلاغ کرد و پرسید: تو چه در چنته داری؟ والی بلاغ هم تعظیمی کرد و گفت: روزگاری من سخت درمانده بودم. حدود 300,000 دینار از مردم قرض گرفته و نتوانسته بودم سر وعده و قرار خود بدهی‌ها را بپردازم، که در نتیجه هر روز طلبکارها در خانه‌ام سبز می شدند و طلب خود را مطالبه می کردند و من از این قضیه سخت در رنج بودم تا خلاصه تصمیم گرفتم که هر چه دارم حراج کنم. شاید از شر طلبکارها خلاص شوم، که همین کار را کرده و دار و ندارم را فروختم، اما تنها توانستم 100,000 دینار جمع آورم و تازه در کار خود حیران مانده بودم که یعنی همه هستی من 100,000 دینار بوده است. و باز روز از نو و روزی از نو بدهکاری که من بودم آرزوی مرگ می کردم. رفتم به درگاه ببینم چه پیش آمده. دیدم طلبکارها صف به صف ایستادند، انگار که گربه بوی پی و چربی شنیده باشد. رو به آنها گفتم: 1 روز دیگر مهلت می خواهم. زیر بار نرفتند. همان 100,000 دینار را به نسبت مبلغ بدهکاری ها بین طلبکارها تقسیم کردم و از آنها فقط 1 روز و 1 شب مجال و فرصت خواستم که فرصتم دادند و شب که سر به خشت نهادم با خود گفتم: امشب که هیچ، اما فردا صبح زود از اینجا خواهم گریخت. و باز دل و بیدل کردم. برخاستم، به نماز ایستادم و از درگاه پروردگار رحمان و رحیم تقاضا کردم که گره از کار من بگشاید. و هنوز شب از نیمه نگذشته بود و من سر بر سجاده داشتم که ناگهان شنیدم دق الباب شد. برخاستم و گفتم: کیستی به این ظلمت شب؟ صدای مردانه‌ای از پشت در بسته گفت: منم، علی ابن سلمان. گفتم: نمی‌شناسم. علی ابن سلمان گفت: پیغامت رسید، آمده ایم پاسخ دهیم. و من در به روی علی ابن سلمان گشودم و دیدم 7 مرد نقابدار با شمشیرهای آخته و برهنه به درگاه ایستادند. زهره‌ام از ترس ترکید. با لکنت و لب لرزه گفتم: نکند شما هم طلبکارید و من فراموشتان کردم. همان علی ابن سلمان با دست به شتری که در قفا بسته بودند اشاره کرد و گفت: این شتر حامل 2 خرجین است. هر خرجین
حامل هزاران سکه زر ناب است و همه از آن شماست. با حیرت گفتم: مال من؟ سر به سرم می‌گذارید؟ علی بن سلمان افسار شتر حامل گنج را به دستم داد و با اشاره به دیگران کوچه ما را ترک کردند و رفتند و من سخت فرحناک شدم. صباح تمام بدهی‌های خود را پرداخته و چون حساب و کتاب کردم دریافتم که کل گنج برابر 500,000 دینار بوده است. و این حدیث گذشت تا 10 سال بعد که والی اقلیم بلاغ شدم و مال و منال و دولت و ثروتم از حد گذشت. و شبی که مشغول نماز بودم باز صدای دق الباب برآمد. غلامی رفته و در گشود و با شتاب باز آمد. رنگ از رخسارش پریده بود. با ترس و لرز گفت: 7 مرد نقابدار و مسلح. با شتاب خود را به درگاه رساندم. همان صدا، همان علی بن سلمان بود. گفت: شتری حامل گنجی عظیمتر آوردم. سپاسگزاری کردم و افسار شتر را از علی بن سلمان گرفتم. اما او گفت: یک خروار جواهرات است که از سلطان یمن دزدیدم. حالا تو والی و ثروتمندی. این گنج به 1000 دینار زر می‌ارزد و ما به سکه زر رایج نیازمندیم و نه به جواهرات. و البته گنج ما بیش از 1000 دینار می‌ارزد. و من به طمع افتاده تا سحرگاه سکه ها را برشمرده و 1000 کیسه که هر کیسه حاوی 1000 سکه زر بود به دست علی بن سلمان دادم. و چون عیاران از برزن و کوی ما دور شدند به غلامان گفتم گنج جواهرات را از شتر پایین بیاورم. و خادمان صندوقها را به زیر آوردند، در صندوقها را گشودند، اما به جای جواهرات صندوقها پر از کلوخ و ریگ بیارزش بیابان بود. ناصر شاه از این حدیث قاه قاه خندید و گفت: به به، از این حدیث حظ کردم. پیش از این نام علی بن سلمان را شنیده بودم. به به، چه عیار دلاور و باهوشی، چه والی حریص و ابلهی. به به. خب حالا نوبت شماست والی مصر جنوبی. آیا حدیثی به این شیرینی در سینه داری یا نه؟ والی مصر هم تعظیمی کرده و دست به سینه گفت: یا ایها الملک الملوک ناصر ابن نادر ابن فتح الدین، من نیز حکایتی دارم که بسی دلنشین‌تر از حکایات 2 والی قاهره و اقلیم البلاغ است. ناصر ابن نادر ابن فتح الدین هم سینه‌اش را صاف کرد و گفت: والی مصر جنوبی. نگاهی به حضار و درباریان که سر پا خسته به نظر می رسیدند کرد و گفت: بگو. چند سال پیش از این به دستور من که به فرمانروای بیرحم در مصر جنوبی معروفم 10 تن از اشرار و اوباش را در انظار مردم و در میدان بزرگ شهر به دار آویختند و من جهت نگهبانی از اجساد اعدامی ها بر آنها پاسبانانی گماشتم. و صبح روز بعد برای خودنمایی و ابراز قدرت دوباره به دیدن اجساد آویخته بردار رفتم. اجساد را شمردم. دیدم یکی از اجساد نیست. از سرکرده شحنه ها پرسیدم: این مرده بردار آویخته را چه کردید؟ سرکرده پاسبانان گفت: ما را نیمه شب خوابی سنگین در رو بود. چون برخاستیم یکی از اجساد ناپدید شده بود. پرسیدم: نامش چه بود؟ سرکرده شحنه ها گفت: احمد ابن بیضاوی عجمی. و من حیران ماندم که مرده‌ای بردار آویخته چگونه میتواند بگریزد و هنوزم حیرانم. ناصر شاه از شنیدن حدیث والی مصر جنوبی اندکی خرسند شد و گفت:
احمد ابن بیضاوی عجمی را می‌شناسم. او و علی ابن سلمان هر دو چند ماه پیش از زندان من گریختند. من شما را خواستم تا دریابم که آیا شما هم آن دو را می‌شناسید یا نه؟ ناصر شاه رو به والی قاهره کرده و گفت می‌دانی آن دو مرد کیستند؟ والی قاهره گفت نه. ناصر شاه گفت همان دو مرد که در دیار تو به نام شاهدان و گواهان با انصاف معروف بودند.